اصل دنیای کنونی خاصیت غیرگمانیستی را کسب کرده است که قبلا چنین بود و همین نوع میماند تا نیروی بشردوستانه و قله بلندترین ایرارخی قدرت عالم نآید. چنین احوال باقی خواهد ماند. چنین حالت هر ملت را وادار میکند درباره منفعت‌های حیاتی خود بیاندیشد. برای باقی ماندن همچون یک امنیت ملی و سیاسی در دنیای کنونی که قانونیت اساسی آن آسیب رسانی به دیگران، سود برداری از دیگران با سبب وجود داشتن در این کره ارض است. قدرت‌های سیاسی به هر کاری نو بس از طبیعتش آمادند. عالم معاصر ماهیتاً فضای گمانیستی نبوده، آن تنها شعار منافقانه برندگان سیاست جهانی است. در اصلی طبیعت عالم معاصر استثمار دیگران طبق قانونیت‌های داروینیسم محسوب می‌شود. آن امت‌هایی که ماهیت قانونیت‌های دنیای معاصر را درک کردند، به عبرت گرفتن شروع کردند و اینا فهمیدند که این چه دنیایی است. این قانونیت نسبت مردم قرن‌ها مسکونین پهن خراسان که فراگیر مردم دارای عینیت یگانه با واحدی های سیاسی مختلف می باشد دخل دارد. اصل کنونی که دوران گلوبالیسم مناسبت هاست، مرزهای ملی و دولت ملی اهمیت قبلش از دست دادند. در کیانیت و منسوبیت خودشناسی فرامرزی امر ضروری است. کشورهایی که کمی عینیت دارند درباره مزایاهای امروزه و هدفهای استراتژیکی و وظیفه‌های تاکتیکی مسئله گذاری می‌نمایند که این یک تمایل جدید در قرن گلوبالیسم محسوب می‌شود. تاجیکستان، افغانستان و ایران این ifade یک عمومیت آدمان با سه نام در سه حدود آسیای بزرگ می باشد که آن پیامد امپریالیسم انگلیس و روس محسوب می شود. چون فارس ها در قدیم صاحب امپری عظیم بودند و سرزمین کلانی را هم در دست داشتند، امپریالیسم آن را پاره پاره کرده این عمومیت بزرگی تاریخی را پراکنده کرد. افغانستان و تاجیکستان را بریتانیای کبیر و روسیه پادشاهی از هم جدا کردند و من بعد در زمان حکمرانی سوویتی با اساطیر حقوقی خودمعین کنی خلقها تاجیکستانی تاریخی را با اصولهای تبر تقسیم پاره کرده با حدودی کمی به آن دولت دادند. حدودهای دیگری تاجیک نشین به دولت‌های همسایه گذشته. تاجیکستان محصول و پیامد بی‌براری-ها، بی‌عدالتی-ها و فاجعه‌های تاریخی بود. تمام ممالک هرات و تا قندهار جزء خراسان بزرگ بوده. این سرزمین خراسان بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، بر اساس ویژگی‌های زبانی و ویژگی‌های فرهنگی خاص خودش تعریف می‌شده. حالا ممکن بوده در زمانی بخشی از سرزمین خراسان در یک تحت سلطه یک قلم یک حکومت باشه، بخشی از اون تحت سلطه یک حکومت دیگه باشه و باز همه مردم خودشون رو مردم خراسان می‌دونستن. هرات یکی از قطب‌های علمی فرهنگی خراسان بزرگ بوده. ما هم در تاریخ گذشته و از اسطوره‌ای با هم مشترکیم، هم در افسانه‌ها و تاریخ واقعی، هم در فرهنگ و اعتقادات دینی. با همه اینها ولی خب یک جدایی نسبتاً یک قرنه این متاسفانه خیلی ما را از هم دور کرد. حوزه فرهنگی بین خراسان، بین هرات و بین نیشابور و بین تربت جام و بین مثلا خاف و بین تایبات میشه جدایی شد. اینا یک خراسان بزرگ، یک ایران بزرگ. در تحت تفکر امپریالیستی که محصول اکسپانس کشورهای کاپیتالیستی محسوب می شود، هویت خراسانی از میان رفته تنها در تحت بازی‌های سیاسی به مسئله مناسبت می‌کنند. خریطه سیاسی که در قلب خراسان بزرگ، خراسان و ماوراءالنهر کشیده شده، باعث پیدایش سه کشور فارسی زبان گردید. در چنین حالت همان هویت خراسانی گم شده جای آن را فکر بیگانه اشغال کرد. بیهوده نیست که دیگر این کشورهای فارسی زبان را همجوار گفته از آن هویتی گذشته یادآوری نمی شود. این در حالتی است که در شرایط معاصر خلق‌های دیگر تلاش به این دارند که به حالت همگرایی و وحدت برسند، ولی در پهنای خراسان مسئله وحدت و همگرایی با حاشیه رفته است. این عمومیت را همجوار گفتن کم است. زیاده از این آنها عمومیت‌های متمدنی همتبار، همکنار، همزبان، هم فرهنگ، هم دین در زمین محسوب می‌شوند که به علت تقسیمات امپریالیست‌ها و ایجاد فتنه‌های سیاسی آنها را به دولت‌های جعلی تبدیل دادند. زمانی که این اقتدار را شناخت نمی‌کنیم،
واقعا برای خود و همتوران خویش ظلم بزرگ کردیم. بعضا سیاست و بهانه پیش آورده زبان تاجیکی را از زبان دری و زبان فارسی جدا کرده دور نگاه داشتنی میشویم. یکی گفتی تو ایرانی، دیگر گفتی تو تاجیکی، جدا از خود میرد، کسی ما را جدا کرده است. مرزی بوده که تعیین می شده توسط میزان نفوذ و قدرت حاکمیت ها. یعنی یک سلسله حکومتی وقتی که در یک جای مستقر می شده، هر مقداری که تحت نفوذ او بوده اون منطقه می شده مرز و حکومت. و باز اگر این سلسله حکومتی به جای دیگه منتقل می شده، منطقه تحت نفوذ او می شده منطقه مرز. یعنی یک خط و مرز بین المللی و شناخته شده ای که اون را اعضای یا افراد یک کشور تعیین بکنن و افراد یک کشور خودشون را تابع یک کشور بدونن ما نداشتیم. به تعبیری میتونیم بگیم اصلا ما کشور به اون مفهوم نداشتیم. آنچه که در قدیم داشتیم محدوده هایی بوده که توسط حاکمان و سلسله های حکومتی تعریف می شده. در عهد قاجاریه کدومی از سلاطینشون یک والی به مشهد میفرستن که والی خیلی آدم قدری بوده. این وقتی که اونا جدا شدن میره باز هرات رو میگیره. هرات رو میگیره، یک مدت در هرات حکومت میکنه. بعد انگلیسا میان جنوب میگیرن، بوشهر. مرزها باید در اندیشه تعلیمات وجود نداشته باشند. اگر مرزها را از اندیشه ها برداریم، خراسان بزرگ تحقق پیدا نموده است. زیرا خراسان بزرگ این وحدت اندیشه و در عموم توحید می باشد. خودشناسی فرامرزی برای مردمان خراسان بزرگ در شرایط معاصر بسیار مهم می باشد. باید رسالت خدا در دنیای کنونی معین نمود. یه وقتی حداقل توی تحولات جهانی 3 تا قدرت جهانی چشم داشتن به ایران. از این طرف انگلیس، خب انگلیس رفته هند رو اشغال کرده، همسایه دیوار به دیوار ما شده. از اون طرف فرانسه ادعای قدرت جهانی داره، از شمال هم که روسا. یعنی به تبع ما وسط تحولیم. خب هر کدوم بر اساس منافع خودشونه که دارن ایفای نقش میکنن. نتیجه او فعل و انفعالات شده این مرز. یه آدم مثل لورد کوروزون انگلیسی مثلا تو کتاب ایران و قضیه ایران میگه که من از حوالی سرخس راه افتادم پیاده، مثلا با ماشین با سختی تا رسیدم به زورآباد سال‌آباد، بعد آمدم به جام، رفتم به سمت تایباد، کجا همه روستاها و مناطق شهری، حتی به مزار شیخ الاسلام احمدی جامی که آمده ازش ذکر کرده. خب اینا بی هدف که نبوده دیگه، یعنی بر اساس یه سری سیاست‌هایی بوده. خب همین آدم بعدها میشه وزیر امور خارجه انگلیس، یه وقتی مثلا بوده نایب السلطنه در واقع حکومت انگلیس در هند. خب این آدم کوچیکی نبوده و یک ردیف، یه سلسله، یه زنجیره آدم بودن که تونستن ایفای نقش بکنن. نتیجهش علایحال شده این مرز. برخلاف تصور موجود و معروفی که در ایران هست که میگن از زمان قاجاریه شکل پیدا کرد و از زمان قاجار بود که دو کشور، دو سرزمین از لحاظ سیاسی از هم جدا شدن، حقیقت این نیست. حقیقت این است که از زمان مرگ نادر افشار و تشکیل حکومت ابدالی یا دورانی در افغانستان به نوعی منطقه سرنوشت سیاسی متفاوتی پیدا کرد. در زمان رضا شاه حد ایران و افغانستان را تعیین کردن. چی شد؟ هریروت مرز شد. به جای که هریروت نبود یک پایای گذاشتن اسمش بکشن میل 25 میل 50 میل 90. دولت پهلوی سعی داشت که خب حالا که زمینه آماده هست، افغانستان خودشون از خدا خواسته دست از اون تاریخ و فرهنگشون برداشتن و راضی شدن به فرهنگی کوچیگری خودشان. و از اون طرف اتحاد جماهیر شوروی و زمان هم میخواست تاجیکستان و سمرقند و بخارا و ترکمنستان رو هم به یک معنا زمینه خاک خودشان کنن. اونام دوست نداشتن که ما رو به ایران کهن، به فرهنگ فارسی و تمدن ایرانی وصل کنن. اونا هم به فکر خودشون هستن، لذا گفتن چی بهتر که ما هم ایران گذشته رو در همین محدوده جغرافیایی بسیار امروزی احیا کنیم. اینا هم ببینید هر 3 کشور با 3 تا نیت کاملا
متفاوت یک فرهنگ رو از هم جدا کردن، تکه پاره کردن و این یک امر کاملا سیاسی و جعلی بود. در تحت تفکر ایمپریالیستی که محصول اکسپانس کشورهای کاپیتالیستی محسوب می شود، هویت خراسانی از میان رفته تنها در تحت بازی‌های سیاسی به مسئله مناسبت می‌کنند. خریطه سیاسی که در قلب خراسان بزرگ، خراسان و ماوراءالنهر کشیده شده، باعث پیدایش 3 کشور فارسی زبان گردید. در چنین حالت همان هویت خراسانی گم شده جای آن را فکر بیگانه اشغال کرد. بیهوده نیست که دیگر این کشورهای فارسی زبان را همجوار گفته از آن هویتی گذشته یادآوری نمی‌شود. این در حالتی است که در شرایط معاصر خلق‌های دیگر تلاش به این دارند که به حالت همگرایی و وحدت برسند، ولی در پهنای خراسان مسئله وحدت و همگرایی با حاشیه رفته است. این عمومیت را همجوار گفتن کم است. زیاده از این آنها عمومیت‌های متمدنی، همتبار، همکنار، همزبان، همفرهنگ، همدین در زمین محسوب می‌شوند که به علت تقسیمات امپریالیست‌ها و ایجاد فتنه‌های سیاسی آنها را به دولت‌های جعلی تبدیل دادند. زمانی که این اقتدار را شناخت نمی‌کنیم، واقعا برای خود و همتوران خویش ظلم بزرگ کردیم. بعضا سیاست و بهانه پیش آورده زبان تاجیکی را از زبان دری و زبان فارسی جدا کرده دور نگاه داشته نمی‌شویم. یکی گفته تو ایرانی، دیگر گفته تو تاجیکی، جدا از خود میرد، کسی ما را جدا کرده است. بعد از اینکه کشوری به نام افغانستان با شکل هویت سیاسی امروزین خودش انسجام پذیرفت و هویت مستقلی رو پیدا کرد، دیگه تا مدت‌ها کماکان گرچه که به لحاظ سیاسی 2 تا کشور متفاوت شده بودند با ایران، ولی روابط فرهنگی، رفت آمدها، ارتباطات قومی فرهنگی بینشون برقرار بود. در زمان نادرخان پدر ظاهرخان مطلقاً و قطعاً هیچ قیودات رفت آمدی بین ایران و افغانستان نبوده و دلیل هم بر این بوده که اینا ما رو محق میدانستن خودشون خراسانی هستند. در کشورهایی که در 2 طرف یک مرز زندگی میکنن، مهاجرت از هر 2 جانب امر اجتناب ناپذیریه و گاهی اتفاق میفته که مضایقی برای یک کشور اتفاق میفته و مردمی از اون مهاجر میشن به کشور دیگه یا برعکس. در مورد این منطقه، یعنی منطقه مرز افغانستان و ایران، خب طبیعتا این اتفاق از دیرباز میافتاده. یعنی هر زمانی که در یک جا قحطی میشده، جنگی میشده، درگیری، دردسری اتفاق میافتاده، بسیاری از مردم از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت میکردن و این تا همین اواخر یک مهاجرت 2 سویه بوده. یعنی اینچنین نبوده که فقط از یک طرف اتفاق بیفته. در یک زمانی که خراسان مثلا درگیر خانه جنگی ها و جنگ های داخلی بسیار شدیدی است و مصیبت های بسیاری بر سر مردم مشهد میه، بعد از سقوط حکومت افشاریه طبیعتا میبینیم که بسیاری از مردم مشهد و اطراف خراسان مهاجرت میکنن به هرات، به مناطق مرزی که اونجا امن‌تر بوده و تحت حکومت باثبات‌تری بوده در اون زمان. و باز در یک زمانی که اونجا درگیری و جنگ بیشتر شدید میشه به این طرف میآیند. بعضی وقتا دلایل اقتصادی داشته، بعضی وقتا قحطی‌های اتفاق افتاده در دوران‌ها. تاجیکستان این بخش همان آسیای بزرگ است که بعدی از ناتقسیم نمایی امپریالیستی تشکیل یافت، ولی تاجیکستان فراگیرنده تمامی تاجیکان نبوده، قسمی از آنها در آشیانه کهن نگنجیدند. دیگران در هیئت دیگر کشورها ماندند. ایران و افغانستان بخش دیگری آسیای بزرگ بوده با تاجیکستان تاریخی خراسانی بزرگ را تشکیل می‌نمودند. این سرزمین آسیای بزرگ، خراسانی بزرگ، مالی حقیقی نیاگانی فارسی تاجیک محسوب می‌شد. در سیمای ایران و افغانستان کشورهایی را می‌بینیم که با ملت تاجیک از یک سرچشمه معنوی آب خوردند. تفکیری تاریخی مشترک، عمومیت زبانی و عمومیت etnیکی دارند. امپریالیسم این سرزمین را پاره پاره کرده و مونوپولی دولت‌های امپریالیستی تبدیل کرد. فضای حیاتی تاجیکستان خراسانی بزرگ محسوب می‌شود. ما با اون طرف مرز اشتراکاتمون خیلی زیاده. یک کشور مثل خصوصا به صورت ویژه افغانستان، قسمت تاجیک و قسمت فارس زبانش کاملا با زبان ما زبان دری فارسی دارن. پس خود به خود این در واقع وضعیت ما رو با افغانستان یه مقداری در واقع تنگ و تنگتر میکنه. ارتباط دینی، ارتباط مذهبی، ارتباط زبانی، ارتباط عرفی، آداب و رسومی، خودی تونسته پیوند خیلی عمیقی بین ما و اونا برقرار بکنه. با زاویه دید امنیتی نباید این مرز رو دید. یعنی در واقع به یه شکلی بر اساس اون اشتراکات و پیوندهای عمیقی که بین 2 ملت بود بشه یه ارتباط رو خیلی راحت ترش کرد. مرز رو ما باید به شکل جدیدی تعریف کنیم.
مرز رو فقط به حساب حاکمیت سیاسی جدا شده ندونیم که دیگه اینها که حاکمیت سیاسی جداگانه دارن، در اونجا یک پرچم در اهتزاز، در این بر مرز یک پرچم دیگه اینها به لحاظ تمامی مسائل ارضی و سماوی اینها با هم متفاوتن و قطع هستن. به نظر من مرز میبایست وجود داشته باشه، ولی با یک مقداری تساهل و تسامح بیشتر، به نحوی که خیلی ما اینها رو دیگه دو تا قوم تافته جدا بافته از هم تصور نکنیم، بلکه بدونیم که این فعلا یک قرارداده که دو تا حاکمیت سیاسی در دو طرف این خط تشکیل داده و این به منزله جدایی حقیقی بین این دو گروه از ملتی که غالبا زبان مشترک، فرهنگ مشترک، دین و مذهب مشترک دارن نیست. نظر خوب ندارم. ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است و هر قدر که مثلا بدخواهان من از من تهمت میکنن، من مثلا این میگن اون میگن، تنها با اون خاطر است که من میگم که آریایی ام. آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداره ما آریایی. آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداشته باشه دیگر مادر خودش هم احترام نمیکنه. من میگم که اینا چیزای بسیار ساده و مصنوعی و ساختن. بسیار کمک کردن در سال جنگ برای مثلا گریزهای ما، برای مردم گشنه ما، برای مردم مثلا محتاج ما. ایرانی‌ها بسیار کمک کردن، حالی هم کمک میکنن، حالی هم با محبت گپ میزنن. خب بعضی این دیگه در یک خانه چقدر میتونه که مثلا یک اشتباه باشه در بین دولت‌ها، البته میتونه که هر یک آدم هر چه بگه، اما در مجموع ایران هیچ وقت مقابل ما نبود و هیچ وقت ما را بد نمیده و هیچ وقت از ما طمع هم نداشت، نیاز هم ندارد به ما. اما ما هم همینقدر دوست می‌داریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایرانگل و ایران ببی و ایران ماه داریم. من خیال میکنم از ما بیرونن خیلی و اگر در درون هم باشن خیلی خیلی منفعت دارن، با این چیز پول زیاد هم میگیرن، نه که شرم دارن، در گلوشون مانن نانش. ما 300 سال از دیگری منظور بودیم. یک وقتا میگفتیم 300 سال در همین حالت فرهنگ ما، تمدن ما، شعر ما بسیار قفور است. چون که آدم ریشش کنده شد هم خیلی میشد. ایران مملکت ابرقدرت امروز بسیار دارا و با وجود همه چیزی که هست. اینجا افغانستان مملکتی به سر خودش مملکتی بسیار در پاش ایستاده است. ما مملکتی در پای ایستاده و نازنین هستیم. هیچ کس این کار نمیکند. این در سیاست است. اما خریطه سیاسی است. اما ما خریطه اگر فرهنگی بگیریم، اگر ما زبان چیکار میکنیم؟ استاد ابو عبدالله رودکی که امسال مثلا تمام جهان اومد برای شنیدن شعرش، در تاجیکستان خفته است. قدر شعر فارسی اینا چی ما میتونیم با ادگم تقسیم کنیم، جدا کنیم؟ نمیشه. یا حافظ اونجا نه ما هر روز میگیم که از شاهنامه هر شاهنامه خوانی میکنیم. ما با ایران اگر مناسبت با ایران کنیم چجوری بگیم که حافظ این خیلی گفت که این چه شعری است که در دور قمر میبینم؟ من میخوام بگم که این چیزا مصنوعی ان، ساخته هستن، میگذرونن و چی ندارن، ریشه سیاسی و چی ندارن، جدی ندارن. بار اول رفتم نگاه کردم و رنگ خودمون گپ میزنن یزدیو. میگشتم بعد گفتم که چی برداشتید از یزد؟ ببینید یگانه شهری که با نام خداست، یزدان، شهر خدا. بعد گفتم که ایران من، عرفان من، مرز ظهور زردهشت، هجران 300 سالت، عشق تو را در من نکشت. چی کاری که میکنن این بدخواهای ما و دشمنای ما و حسودای ما؟ هیچ کار کردن نمیتونن. این ریشه است، این مادر است. در شرایط نوین سیاست از کشورهای فارسی زبان تقاضا دارد که دنبال اختلافات نشویم و به وحدت و یگانگی مشرف گردیم. ضرور است که روندهای سیاسی بین خلق و منطقه را خوب تشخیص کرده نموده جای خود را در آن معین نماییم. کشورهای ترک زبان آسیای میانه به یک همگرایی و اتفاق در چارچوب شورای ترکی سازمان کشورهای ترک زبان رسیدند، ولی کشورهای فارسی زبان در روند مذکور قفا ماندند. از این خاطر این مسئله مهم در وقت فضای نو می باشد. شورای ترکی و سازمان کشورهای ترکی زبان آسیای میانه فضای هویتی ترک طلبان دانسته خودشان خلقهای مقیمی و منطقه مذکور می حسابند. واقعا یک تهدید مخصوص در شرایط معاصر می باشد، از آن سبب که این میان کشورهای فارسی زبان هیچ اقدامی نمی شود. شورای ترکی و سازمان کشورهای ترکی زبان در مدت اندک به حساب انکشاف یافته به یک قدرت نرم تبدیل یافته است. فکر میکنم اولویت ما این نیست که به فکر برداشتن مرزها یا اینها باشیم. اولویت چیزی دیگه است. اولویت اینه که اون بیگانگی رو که در وجود نداشته در فرهنگ، در زبان، در تاریخ، اونها رو به یک معنا کم کنیم. اون بیگانگی ها خیلی ما رو در حقیقت اذیت میکنه. نباید ما
فراموش بکنیم که برای ما مردم دو طرف مرز هر وقت که هر نیازی وجود داشته باشه باید بتونیم به راحتی به کشور دیگری سفر بکنیم و انگار این مرز برای ما وجود نداره. گرز ایران، تاجیکستان یا که افغان جان برادر، همه از یک دل و یک جان برادر. گرز ایران، تاجیکستان یا که افغان جان برادر، همه هم رسم و هم زبانیم جان برادر. از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست. از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست. آیین و کش یکیست جان برادر. گرز تهران و دوشنبه یا کابل جانیم جان برادر، همه هم مرز و هم مکان جان برادر. بیا پیوند پر آوازه کنیم، صبر و تمکین به اندازه کنیم. بیا پیوند پر آوازه کنیم، صبر و تمکین به اندازه کنیم. عشق خود بار دیگر تازه کنیم، عشق خود بار دیگر تازه کنیم. گرز شیراز و سمرقند یا هرات جانیم جان برادر، عاشق علم بیکرانیم جان برادر. گرز بندر یا که از بلخ و بدخشانیم جان برادر، هنریم عشقم و عرفانیم جان برادر. نگذار فاصله ها دور شود، مهر و الفت کم و بی نور شود. نگذار فاصله ها دور شود، مهر و الفت کم و بی نور شود. مردم آواره و رنجور شود، همه آواره و رنجور شود. گرز خوجن، گرز خوجن یا زبامیان دیگه کجا بود؟ گرز خوجن یا زبامیان و اصفهانیم جان برادر، مهد فرهنگ باستانیم جان برادر. گرز ننگرهار و مشهد یا ز خدلانیم جان برادر، زاده خاک خراسانیم جان برادر. همه از یک دل و یک جانیم جان برادر، ما همه نسل آریانیم جان برادر، همه هم رسم و هم زبانیم جان برادر.